شاید بپرسین چرا دنپارک؟ این همه برند داخل بازاره، چرا بسکار اومده دنپارک رو انتخاب کرده؟ تا آخر ویدیو با ما باشین تا همش رو بهتون توضیح بدم. برند دنپارک یکی از برندهای قدیمی چینیه که به صورت تخصصی داره روی اسکنرهای سه‌بعدی توی حوزه دندونپزشکی فعالیت میکنه و مدل‌های مختلفی که تولید کرده مثل مدل L6 یا L9 اومده باگ در واقع دستگاه‌های نسل‌های قدیمی خودش رو بررسی کرده و توی این دستگاه‌ها آورده از اینا به احسن استفاده کرده. مثلا یکی از کارهایی که انجام دادن اینه که زاویه دوربینا رو به گونه‌ای طراحی کردن که بتونه قسمت پروگزیمالی و مخصوصا توی کارهای ایمپلنتی به خوبی اسکن بکنه بدون اینکه شما بخواید در واقع اباتمنت رو باز بکنید. خیلی وقتا شده نفری که داره این کار رو انجام میده، اپراتوری که هسته شاید آشنا نباشه با این موارد و امکان داره که پیچی که باز میکنه هرز بشه و دیگه قابل استفاده نباشه. ولی دیگه شما به خیلی راحت میتونین در واقع بدونین که پیچ رو باز بکنید تو خیلی از کارها، یعنی در واقع میتونم بگم 80-90% کاراتون رو بدون اینکه اباتمنت رو باز بکنین به خوبی اسکن بکنین. حتی توی سرعت کار اسکنتون هم خیلی تاثیرگذاره. یکی دیگه از ویژگی‌های مهم این دستگاه سرعت بالای اسکنشه که شما میتونین هر کس رو روی در واقع 10 ثانیه یا 11 ثانیه اسکن داشته باشین. حتی اینم اشاره بکنم که بعد از اینکه اسکنتون رو انجام دادین خیلی وقتا شده تو خیلی از دستگاه‌های مختلف مراحل پروسسینگش حالا نسبت به در واقع سخت افزار سیستمتون زمانی که طول کشیده بیشتر بوده، ولی اینجا تو هر مرحله یعنی بعد از هر اسکن پروسسینگ رو انجام میده و وارد مرحله بعدی میشه و زمانی که شما دارین خروجی میگیرین دیگه زمانی رو در واقع از دست نمیدین برای اینکه پروسسینگ رو بخواد انجام بده. خب شاید بگین که سرعت بالا باعث میشه که افت کیفیت داشته باشیم، ولی اینو میتونم اشاره بکنم که این دستگاه به خاطر نرم افزار پرقدرتی که داره بعد از اینکه شما اسکنتون رو انجام دادین با کمترین میزان خطا خروجی رو به شما میدین. دوربین هایی که تو این دستگاه استفاده شده برای کمپانی پاناسونیک ژاپنه و توی مدل های مختلفش از دوربین های متفاوتی استفاده کردن. مثلا مدل L6 دوربین هاش 3 مگاپیکسلیه و مدل L9 که به تازگی معرفی شده دوربین های 5 مگاپیکسلی داره که توی هر کدوم ما دقت متفاوتی داریم. مثلا مدل L6 دقتی که داره زیر 5 میکرونه و میتونم اینو اشاره بکنم که مدل L9 زیر 4 میکرون براتون اسکن میکنه که کمک میکنه شما کسی که دارین اسکن میکنین و با بهترین دقت اسکنش رو داشته باشین و ابعادی که به شما میده خیلی خیلی نزدیک باشه به کست فیزیکی و توی نشست اذیتتون نکنه. خب در مورد اکسسوری مختلف دستگاه بخوام خدمتتون توضیح بدم، همونطور که مشاهده میکنین برند دنپارک تقریبا تمام پلیت های مختلفی که توی دستگاه های مختلف استفاده شده رو داخل اکسسوریش داره. از اول بخوام بهتون توضیح بدم، اینجا ما یک پلیتی داریم که به عنوان بیس ازش استفاده میشه و برای اینکه شما بتونین کستتون رو دقیقاً مقابل دوربین داشته باشین و بهترین اسکن داشته باشین از این خیلی استفاده میشه. مورد بعدی که هستش پلیتی که داریم و تقریبا میتونم بگم که توی 80% کار ما از همین پلیت استفاده میکنیم برای نگه داشتن کسته که حالا اینجا چند تا در واقع جایگاه داره که شما میتونین این پیچ ها رو باز بکنین و توی قسمت های مختلف ببندین که بتونین دقیقاً کستتون رو روی این پلیت فیکس بکنین و بهترین اسکن رو داشته باشین. خب پلیت دیگه که داریم پلیت مولتی دای هستش که 8 تا جایگاه دای داره. شاید براتون سوال بشه که خب بعد از اینکه در واقع تو هر کستی که ما داریم امکان داره که تعداد دایمون از 8 تا بیشتر باشه چیکار میکنیم؟ خب خیلی روش ساده‌ای داره. شما بعد از اینکه هر 8 تا رو در واقع اسکن کردین و رسیدین به دای نهم دوباره نرم افزار توی مرحله بعدی مابقی دای‌ها رو از شما میخواد که رو همین پلیت قرار بدین و اسکنش رو انجام بدین. و پلیتی که خب تقریبا میتونم بگم توی همه دستگاه هستش پلیت کالیبر است که خب خیلی پلیت مهمیه و خیلی باید مواظبش باشین چون دستگاهتون با این پلیت در واقع کالیبر میشه. به این پلیت میرسیم و توضیحات اینو خدمتتون میگم چون یه نکته‌ای هستش که خیلی مهمه. خب میرسیم به این پلیت هامون که تقریبا میتونم بگم تکمیل کننده همدیگن و برای اسکن قالب‌ها استفاده میشه. زمانی که شما از دکترتون قالب رو میگیرین میتونین به راحتی بدون اینکه حالا کستش رو در واقع تولید بکنین و داشته باشین قالب رو اسکن بکنین. البته اینو اضافه بکنم که قالب رو معمولا برای تک واحدی یا کارهای پست و پر استفاده میکنن و اسکنش رو انجام میدن چون توی حالت عادی خب خیلی خوبه که شما کستش رو داشته باشین و بتونین بعد از اینکه طراحی رو انجام دادین و خروجی گرفتین روی کستتون حتما مشاهده بکنین کارتون رو. و خب نحوه قرارگیری این پلیت ها روی همدیگه به دو صورت انجام میشه. هم میتونین به این صورت قرار بدین، این قسمت میاد روی هولدر بیسی که خدمتتون توضیح دادم فیکس میشه و
شما میتونین اینجا ایمپرشن رو قرار بدین و خب تو زاویه‌های مختلف اسکنتون انجام میشه. همینطور میتونین در واقع این پلیت رو به این صورت هم قرار بدین و اسکنتون رو از این زاویه اسکن بکنین و خب توی محورهای مختلف بتونه از این زاویه هم اسکنش رو انجام بده. خب مثل پلیت قبلی که خدمتتون توضیح دادم، اینجا 2 تا پلیت دیگه داریم که برای در واقع کستامون استفاده میشه. یه پلیت خیلی ساده است که مثلا میگم اگر بخواید ریم بایتی اسکن بکنین، میتونین با خمیر اون ریم بایت رو روی این پلیت نگه دارین و اسکنتون رو داشته باشین، یا حالا کستای مختلف اگر بخواید با خمیر میتونین روی این پلیت فیکس بکنین و اسکنش رو انجام بدین. پلیت بعدی که خدمتتون میخوام توضیح بدم پلیتیه که آهنربا داره و خب تو خیلی از در واقع کستایی که به فلزی ان یا به اصطلاح کلاغی میتونین در واقع از اونها استفاده بکنین و فیکس میشه روش و آهنربا کاملا نگه میداره آهنو و میتونین در واقع راحت اسکنش رو انجام بدین. خب پلیت آخری که اینجا مشاهده میکنین یه نکته خیلی بزرگی داره. خیلی وقتا شده خیلیاتون سوال پرسیدین که آقا اسکنر شما میتونه آرتیکولاتور هم اسکن بکنه؟ این نکته رو من اینجا اضافه بکنم که تقریبا تمام اسکنرهایی که باز هستن میتونن فرایند اسکن آرتیکولاتور رو انجام بدن و هیچ محدودیتی برای اونا نیست. بیشتر اسکنرهای قدیمی که باکسی بودن و خب محفظه کوچیکی داشتن، آرتیکولاتور داخلشون جا نمیشد و نمیشد اسکنشون کرد. ولی اسکنرهایی که الان هستش و خب اوپن هستن و دوربینا کاملا بیرونه و یک محفظه بزرگی در واقع، محفظه که نمیشه گفت، در واقع باز کاملا جلوی دوربین، شما میتونین اسکنتون رو انجام بدین و خب هیچ در واقع گیری نداره که آرتیکولاتور جایی گیر بکنه. و این پلیتی که اینجا مشاهده میکنین شما میتونین آرتیکولاتور رو روی این پلیت قرار بدین و فقط برای اینکه یک بایت رو بتونین ثبت بکنین توی مرحله اول به درد شما میخوره، چون توی مراحل بعدی خب آرتیکولاتوری که هستن بیشترشون یا به صورت آهنربایی یا به صورت پیچی و بعد از اینکه شما در واقع بایت رو اسکن کردین میتونین این کست رو از روی آرتیکولاتور جدا بکنین و با پلیت های قبلی که حالا خدمتتون توضیح دادم بتونین در واقع فرآیند اسکنتون رو پیش ببرید. تا اینجای ویدیو بخش سخت افزاری رو با هم دیگه پیش بردیم و توی ویدیوی بعدی قراره که در مورد نرم افزار دستگاه با هم دیگه صحبت بکنیم و عملکرد دستگاه رو واقعا ببینیم توی بخش نرم افزاری به چه صورت هستش. حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنین، زنگوله رو فعال بکنین که از ویدیوی بعدی جا نمونید. من امین سلامی ام، اینجا بسکار تکنولوژی، قرار تخصصی ترین محتوای دیجیتال دنتیستری رو توی کانال ما ببینید.